سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من مسترم و خوش اومدید به چنل خودتون مستر همستر. امروز اومدیم با هم دیگه آموزش دریافت 5 میلیون سکه رو بگیم. بچه این کد 5 میلیونی از امروز ساعت 3:30 تا فردا بعد از ظهر ساعت 3:30 فرصتش رو دارید بزنید و بعدش عوض میشه. خب اول از همه بچه ها ممنون میشم که از من حمایت کنید و اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید تا چه زودتر ما اینتاز بشیم. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، برای گرفتن این کارتا همونطور که همتون میدونید این گزینه رو میزنیم دیلی کامبو. اینو که زدیم وارد این صفحه میشیم و الان میریم برای گرفتن 3 تا کارت امروز. بچه‌ها اولین کارتی که امروز قراره بگیریم که 100% همتون میدونستید این کارت است. قسمتی که امروز اومده بیپ 3 رو میزنیم، اینو که زدیم وارد این صفحه میشیم و این کارت رو میگیریم. این که امروز اومده این رو که گرفتیم، این برای دومین کارت. الان دومین کارت در قسمت اسپشیال هستش، اینم که 100% میدونستید این کارتیه که اونم امروز اومده و قسمت نیو کارتس رو میزنی. من که نگرفتم توی نیو کارتسه و این کارت از بچه ها این کارت فوتبالیستیه، این رو میگیریم. و الان سومین کارتی که میخوایم بگیریم توی این قسمت بچه ها، قسمت اسپشیال. من این کارت رو گرفتم خب توی قسمت مای کارتسه برای من، ولی اگه شما نگرفتید توی نیو کارتسه و الان من گرفتم توی مای کارتسه. خب میایم پایین، اومدیم پایین، این کارت از بچه ها این کارت است و این هم میگیریم. خب اینم از 5 میلیون سکه امروز. خب بچه ها ممنونم که تا آخر ویدیو با هم بودید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.